سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو و یه چالش قراره بگیریم که در ازای هر جوابی که من از این ویدیو بگیرم 20 تا TNT می‌زنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20. این 20 تا TNT واسه هر سابی که من از این ویدیو. حالا واسه لایک 15 TNT. کلا هر چقدر حالا 15 TNT میذاریم واسه هر لایک و به ازای هر کامنت 10 تا TNT. یعنی چی شد؟ ساب. اگه شما ساب بکنین 20 تا TNT میذاریم. اگه شما لایک کنید 15 تا و اگه کامنتی من سر این ویدیو ببینم چی؟ به 10 تا TNT. و حالا ما یه کاری هم که میکنیم این چیزی که هر بازدیدی هر بازدیدی که این ویدیو بگیره من اونجا 5 تا TNT میذارم. یعنی من حالا 5 تا دیگه 6 تا آقا 6 تا 6 تا TNT من میذارم. حالا بعد ویدیوش تا 2 هفته دیگه، یعنی از الان امروز که این ویدیو رو میبینین تا 2 هفته دیگه هر چقدر لایک ساب و کامنت و اینا من بگیرم همانقدر TNT میکنم. بستگی به خودتون داره دیگه. ببینم لایک و ساباتون چقدره. خب دوستان عزیز، خود یادتون بمونه که لایک و ساب و کامنت و بازدید هم ببینید. فراموش نشه تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.